وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که در روزهای اخیر استراحت در 3 صدمه در راههای جمهوری با 3 نفر از جمله 2 کودک 7 ساله و 1 جوانزن 31 ساله جان باختند. از جمله نیمه دوم روز 19 ماه سال 2023 تخمینا ساعت 15:30 راننده ماشین تمغه مرسدس بنز بایماتوف عبدالعزیز سال تولدش 1995 ساکن نوع اسپیتامین هنگام حرکت در راه نقلیاتگرد خوجند استرافشان در حدود جماعت دیات خلقانداز نویه رسولوف با ماشین تمغه مرسدس بنز تحت اداره راننده قربانوف رستم سال تولدش 2002 ساکن شهر وحدت که به طرف چپ رو گردش میکرد برخورده است. در نتیجه مسافر автомашین مرسدس بنز سالیو و دلبر سال تولدش 1992 ساکن شهر وحدت جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. مسافر دیگر این ماشین عبدالخواجه و یلدوز سال تولدش 1998 ساکن شهر وحدت با جراحت‌های جسمانی در بیمارخانه بستری گردیده است. 20 ماه سال 2023 تخمینا ساعت‌های 15:20 راننده ماشین تمغه مرسدس بنز شریپوف علیشیر سال تولدش 1995 ساکن نوع ووسه هنگام حرکت در شوروی ماشینگرد دوشنبه کلوب خاروق کلمه در 160 کیلومتر در سمت شهر کلوب به سمت نوع ووسه در حدود دهه ووسه آباد کلان از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده پیادهگرد خرسال رحمتوف اسلام جان سال تولدش 2016 ساکن نوع مذکور را پخش نموده است. در نتیجه خرسال رحمتوف در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. شام 20 ماه سال 2023 تخمینا ساعت 19:40 راننده ماشین تمغه مرسدس بنز تاج مرادوف یعقوب جان سال تولدش 1994 ساکن شهر باختر هنگام حرکت از سمت محله اشتم به محله هفتم نویه دنغره از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده پیادهگردان نابالغ امین اصلدین سال تولدش 2016 و نظرزاده مصطفی سال تولدش 2013 ساکن نویه مذکور را پخش نموده است. در نتیجه نابالغان امین اصلدین و مصطفی حسن جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند ولی متاسفانه اصلدین 7 ساله در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. وزارت کارهای داخلی گفت از روی این حادثه ها تحقیقات ادامه دارد. راههای تاجیکستان از لحاظ صدمه ها پرخطر به شمار می‌روند. بنا به آمار وزارت کارهای داخلی سال 2022 بر اثر این 1096 صدمه در راههای جمهوری 416 نفر به هلاکت رسیده 1197 تن دیگر مجروح شدند.